درود، من رامئیلم و تخصصم در هیرکات و درمان و احیای موهای شماست. امروز مشتری من اومد با موی بلند، حجیم و بسیار سنگین که خیلی هم خستش کرده بود و میخواست خیلی کوتاه بشه. شروع کردم به مشاوره دادن و از اونجایی که فرم صورتش نزدیک به فرم گرد بود، نباید قد موهاش از شونه‌هاش بالاتر بره. یعنی ماکسیموم کوتاهی ما باید تا شونه‌هاش باشه، نه بیشتر. هیرکات رو شروع کردم. تمرکز من تو این کوتاهی روی پخش کردن وزن مو از یک نقطه به کل مو بود، چون میشه مدل لیر رو با 2 نتیجه متفاوت اجرا کرد، یعنی کنترل وزن یا کنترل حجم. به عبارتی میشه مدل لیر رو با تکنیک‌های متفاوت و بازی با زوایا برای موهای کم حجم هم اجرا کرد تا نمایی حجیم‌تر و با موومنت بالاتر داشته باشیم. یا مثل همین هیرکات با انتخاب درست قد مو و برش در زوایای مناسب نتیجه‌ای برعکس خلق بشه، یعنی حجم کنترل شده و وزن پایین. اینجا خروجی هیرکات رو به صورت خیس به مشتری نشون دادم تا آماده بشیم برای براشینگ و سعی کردم براشینگی براش اجرا کنم که بتونه تمام حرکات و لایه‌های لیر رو به خوبی به ما نشون بده. بعد شروع کردم به محو کردن خطوط برش که در هیرکات لیر حتما باید انجام بشه و باید در بعضی از نقاط تخلیه انجام میشد تا مشتری بتونه تو خونه هم خیلی راحت موهای خودش استایل کنه. امیدوارم که شما هم مثل من و مشتریم از این هیرکات لذت برده باشید. اگه شما هم تو دبی زندگی میکنید و یک هیرکات تخصصی که مناسب با جنس موهاتون و فرم صورتتون باشه رو میخواین و یا موهاتون آسیب دیده و میخواین درمان موهاتون رو شروع بکنید، با شماره‌ای که تو کپشن براتون گذاشتم در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشم که تو حال خوبتون با موهاتون باهاتون شریک باشم.